506 خدا شدم یه لحظه. بگو بر بچه مرغا رو هم غذا دادم، کارام هم انجام دادم. الان خیلی سریع دیر شد و برم پیش دوستم اونم بگیریم و سعی میکنم کمتر حرف بزنم بیشتر نشون بدم. زیاد اصلا فعلا هیچ برنامه‌ام هیچ نمیاد، هیچ. خدا حافظ. خودشه آره پسر خوشگله داره میاد. این پسر انقدر خوشگله. سلام دختری؟ جواد سلام بچه های ایران رو ببینم. بچه های لایو موس انرژی بده. این صحنه رو ببین. موس میام الان خندم دماغم گنده شد. رمضانی طلب شطرنجیه. ساری بالا شهر ساری نمیدونه ما دیگه نخور دیگه. ما مدرسه فیزیک درس میدونیم بالا شهر میدونیم. خفه شو رمضانی یه لایک نشون بده. رمضانی یه لایک واسه دیدن قیافه رمضانی لایک کنین. معلم اومد نیم ساعت درس داد. بعد معلم کلاس ما نبود. ولی این همه درس گرفتیم. این همه بچه‌ها تو کامنت ها بردی بگین علی دلغک معلم داشت جوک میگفت شد نگرفت. منو معلم برد جلو. عدم خالیه دار بذار هیچی تو کیفم نیست. بچه‌ها موتورم پرسپولیسی شد. افقی بگیرم. این افقیه. دستشویی کف دستشویی نشون بده. خرچنگی فشارش دادن میره. دستشویی تمیز مدرسه میبینه. باید بلیسی. آخر سال میشه. میبینید که نوشته دستشویی خراب است. ولی سوال نکنه. پس ما از این استفاده میکنیم.
داشت رضایت داری بذاریم یوتیوب ایوه Don't delete this video. This is a prank. برو کارتو بکن ما همینجا هست ما منتظرتیم برو نه برو میخوام یه بودو بی بیرون داشت من فکر کردم دست فیلم مستحجم بود. نه مستحجم نه خودم بهش گفتم. ببین این یه روش بود که آقای خدادی رو من بیان با دستشویی چون هیچ وقت با من نیومد دستشویی. الان اومد با من دستشویی. قدم چقدر بلند شد بهشون بگو که معلم اول اومد 2 ساعت بهمون درس داد ولی معلم خودمون اصلا بهمون درس نداد. معلم مرامی ایمانم بلم رمضانی وایسا از دستشویی هم ولاگ میشه. اگه میخواین کلاشو ببینین بعد این ویدیو رو تو دستشویی ولاگ میگیرن ما همه تازه کاریم ما رو لایک کنیم باش ما خودمون حساب کنیم 39 حساب داریم ولی لایک نمیگردیم بس بوی گو میده اینطوری این دلغک از پارسال تا امسال غیب شد بعد دوباره 1000 شد دوباره بشین نمیخوام بشین من چیکار میکنی؟ من کتک بخورم تو داری از خود علی این خودکار من دیگه نه افتاد کفشم افتاد کفش خودکارم دیدم خودکارم هیچ که مهم نه زاره بچه ها زاره بسیجیه دست ازم به مردونگی بچه ها please don't delete this video this is a prank بچه ها لطفا تو کامنت ها به زاره فوش نده بچه ها زاره رو ببندیم فوش بکنم در مدارس پسرونه چه میگذرن داشت منو میشناسید؟ داشت حال میکنید اینا همه منو میشناسن آفرین لایک بگو لایک کنید اینا همه منو میشناسن بریم محیط باز جرأت گوشیمو در بردم جرأت میخواد نمیخواد گوشی راحت در بیاری جرأت نمیخواد نمیشناسی منو یوتیوب نگاه نمیکنی من هنوز اولین ویدیومو آپلود نکردم چجوری اینا منو میشناسن بچه‌ها موتور قرمز میبینین اگه میبینین استقلالی ها همه لایک کن یه چی بنداز کفش من دست بزن یه چی بنداز زمین برگو بگیر کلید افتاد بردار کلید رو بردار کفش من دست بزن بعد بگو کلید افتی کلید افتی همین یه دست معمولی زی نازی کن هاش اصلگاری کلیده نزن بده من کلیدو ببین میخوام چالش بذارم 500,000 تومان هرکی برنده بشه اول ما 1 میلیون مجسمه کراش بخرم دوباره پولمو جمع کردم واسه اون چالش میذارم خوبه چالش قایم موشک همین پارک فردوس دعوا افتاده بودیم سر ساندویچ بله فایت پاندای چونپوکار فن استاد کتابا رو دادن روز اول اگه شما هم کتاباتون روز اول میخواین لطفاً لایک کنید آقای زاره برنامه آینده منو بگو ریدم تو زندگی خودش و زندگی دوستانم علی صابم بکنن اشکال نداره خودش اولی کاری نمیگن یارو باید خودش بفهمه اگه نکردن یعنی چی هستن؟ نکردن یعنی این شکلی درست کرد
بزن آب داخلش غذا باشه. آخر ماهی اومدن ماهی ها رو داره میگیره. میشه بره نیما آقا نکشید وای بچه ها ما پرنگ شدیم کسی نیومد. یوتیوب پلیز دیگه نزم ثابت کنم هیچ حسی نداره. آقا نکن آقا دوستان عزیز مدرسه مون تموم شد. من درک نمی‌کنم. مهم اینه که ساعت 9 میخوام یک شورت ویدیوی خفن بسازم.